مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند بر ضد یک روحانی که با نام شیخ تیمور در وادی حصار معروف بوده است پرونده باز کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 5 فوریه گفت برنامه را درباره تیمورخان ستاروف ساکن تورسونزاده که از جمله به بسیار زنی و جنایت‌های دیگر متهم می شود نشر میکنند. با گفته وزارت این روحانی 8 نفر را به زنی گرفته است و حتی دعوای پیغمبری میکرد. موضوع صحبتی برنامه نیست در همین باره است و با همکارم عبدالله اشور. عبدالله، مقامات انتظامی درباره این شخص چی میگویند؟ به غیر از دعوای پیغمبری او باز چه کارهای دیگری کرده است؟ مقامات تاجیکستان از بازداشت یک نفر شیخ در ناحیه شهرنو خبر دادند که با نام شیخ تیمور معروف است، اما در حجت‌هایش نام او ستاروف سید مهدی ثبت شده است. در این باره گزارش کوتاهی هم در تلویزیون یکم تاجیکستان نشر شد و گفته شد که فیلم مستند پورا در مورد این شیخ در شام روز جمعه به نشر میرسد. مقامات انتظامی تاجیکستان شیخ تیمور را به اتهام بسیار زنی عیبدار می‌سازند و گفته می شود که شیخ تیمور گویا به گفته مقامات 8 زن را یک باره گرفته است و برخی از زوجه های او در زمانی که او نکاح کرده بوده است گویا نابالغ هم بودند. اما گفته می شود خود شیخ تیمور در محل سکونتش خیلی شخص پرنفوذ است و حتی همسایه هایش از گفتن حرف بد در نسبت او خودداری می‌ورزند. از این پیش هم آیا همین گونه پرونده ها بودند؟ بله طاهر، در گذشته نیز مقامات تاجیکستان فیلم های زیادی مستند را در مورد فعالیت روحانیان تاجیک به نشر رسانده بودند. در این نوارها که بیشتر طریق تلویزیون های دولتی نشان داده می شوند، برخی از مولاها در اجرای کارهای غیر شرعی و فسق و فساد متهم می شوند و صحنه های نشان داده می شود که مولاها با کارهای شهوانی مشغول هستند. در جامعه تاجیکستان در نسبت پخش این نوار طریق شبکه‌های دولتی نظرها گوناگونند. برخی ها اینها را محکوم میکنند و برخی ها این عمل مقامات را جایز میدونند، اما در بیشتر موارد راوی‌های تلویزیون‌های دولتی مولاهایی که با این گونه کارهای به اصطلاح غیر شرعی دست میزنند میگویند این مولاها عضوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستانند و با همین راه به قبل مقامات تاجیکستان با یک تیر دو گنجش را نشان میگیرند، هم از یک سو فعالیت روحانیان تاجیک را که چنین با عملهای فساد دست میزنند فاش میکنند و از سوی دیگر با انگشت اشارهشون با سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که اعضایانشون با چنین کارهای غیر شرعی دست میزنند. تشکر. همکارم عبدالله اشور از دوشنبه صحبت میکرد.